درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجامقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 11. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب یکم، باب 6. البته من خوب در یاد دارم، گفت کوروش، که چطور آن را از تو شنیده بودم. به نام زیوس قسم می‌خورم. حالا من تنها باید از پی اجرا نمودن مصلحتت باشم. من می‌دانم تو همیشه می‌گفتی که برای آنهایی که هنری اسب سواری ندارند در جنگ سوارگان از خدایان پیروزی خواستن ممکن نیست. همین طور برای آنهایی که از کمان تیرپرانی کردن را نمی‌دانند نشاید که از خدایان پیروزی را بر آنها که این هنر را خوب می‌دانند تمنا بکنند. به همین طریق کشتیران‌هایی که هنری کشتیرانی را نآموخته‌اند نباید به خدا برای نجات کشتی دعا کنند، مانند آنکه دهقانانی که کشتزارهای خود را نکاشتند حق ندارند از خدایان برای حاصل فراوان التجا نمایند، یا جنگاورانی که در نبرد بیهوش و بی‌پروایانه رفتار می کنند نباید از خدایان خواهش کنند که آنها را زنده نگاه دارند. آخر همه چنین خواهش و درخواست ها خلاف مقررات الهی است. آنهایی که از خدایان غیر امکان را التجا می کنند و من گفته بودی طبیعی است که چیزی نمی گیرند، مانند آن که آدمانی هم از خدایان چیزی گرفتن نمی توانند که از آنها چیزهای غیر قانونی تمنا می نمایند. آیا تو فراموش نکرده ای پسرم که بعضا چگونه ما همراهی تو موضوع دیگر را نیز مورد محاکمه قرار داده بودیم؟ اگر به کسی میسر شود که به مرتبه نائل گردد که به شأن و شرف انسانی زیبای و اصیل نائل گردیده، بر ذم این برای او و خانواده‌اش همه چیز فراوان باشد، آیا این کار عالی و خیلی شایسته نیست؟ اگر بر علاوه فوق الذکر که خود یک کاری بزرگ است و می تواند چنان فرمان فرمای آدمان دیگر باشد که تمامی چیزهای ضروری را به طوری فراوان به دست آورده در عین زمان خودشان نیز طرز رفتار نمایند که برایشان چنین کار واجب گردد، پس مگر به نظر ما عموماً این کارنمایی بزرگترین نیست که
سزاواری مفتون شوی و تعجب نباشد؟ بله پدرجان، قسم میخورم به نام زیوس، من در یاد دارم که تو همه این را چگونه گفته بودی. به من هم مانند تو مهارت راهبری آدمان همیشه هنری بزرگترین به نظر می رسید. و حالا هم من همان فکر را ادامه می دهم، زیرا اندیشه هایم به آن نگرانیده شده اند که آیا خودم چگونه فرمان می داده باشم. هنگامی که با مشاهده دیگران من در تجربه‌ام درک می کنم که از بین آنها چگونه سرلشکران می برآیند و رقیبان آینده ما چگونه خواهند بود، به نظرم چنین می رسد که در نزد این گونه آدمان خوف و ترس داشتن و با خواهش زیاد با آنها مقابلت کردن ننگاور است. آخر همه این آدمان، علاوه کرد کروش، شروع از دوستان ما چنین می شمارند که سرلشکر باید از تابعانش با طرز حیاتی محتشمتر، ذخیره زیاد طلا در خانهش، فراغت کلان و عموماً با حیاتی از هر گونه مهنت و زحمتها آزاد فرق کند. من باشم برعکس چنین می شمارم که راهنما باید از تابعانش نه با طرز زندگانی با حشمت، بلکه با مهنت دوستی و پیشگویی حادثه ها فرق کند. اما پسرم، قید نمود پدر، بعضا وضعیتی به عمل می آید که نه به مقابل آدمان بلکه به مقابل وضعیت های مبارزه بردن ضرور است که از عهده آنها برآمدن کاری سهل نیست. خودی تو هم اکنون می فهمی که اگر لشکر لوازمات ضروری را نگیرد، تو حاکمیت خود را از بالای آنها از دست می دهی. اما مگر که اکثر وعده نداده است که نسبت به همه جنگاوران نبرد ناوابسته از شماره آنها غمخواری می کند؟ پس تو پسرم به نبرد با امید مبلغ‌هایی که اکثر رهسپار می گردی. البته، جواب داد کروش، آیا می دانی که آنها تا کدام اندازه بزرگند؟ نه، به نام زیوس قسم می خورم. با این همه اندازه این مبلغ‌ها را ندانسته، تو به امید آنها باقی میمانی. آیا تو میدانی که برایت بسیار چیزها نمی رسند و به که اکثر امروزها لازم می آید که مبلغی زیاد را صرف نماید؟ بله، میدانم، جواب داد کروش. اما اگر او مبلغی کافی نداشته باشد یا به وعدهش وفا نکند، به لشکرت چی می شود؟ معلوم است که حالش تباه خواهد شد، گفت کروش. اگر تو پدر جانم یگانه راه خلاصی را از این وضعیت دشوار میدانی و من قدرت دارم که از روی مصلحتت عمل نمایم و مادامی که حالا در حدود خودمان قرار داریم، آن را برایم بگو. پسرم، تو را اندیشه آرام نمی گذارد که چی تصمیمی باید گرفت، اما بجز آن کسی که قدرت دارد مگر به امید تصمیم کسی دیگر بودن ممکن است؟ تو از این کشور با جنگاورانی پیاده‌گرد بیرون می برایی که بجای آنها راضی نمی شوی که شماره بیشتری جنگاوران را همراهت بگیری و به قطار این جنگاورانی پیاده‌گرد باشد. می خواهی که جنگاورانی سواره ماد را که در جهان بهترینند نیز همراه نمایی. کدامی از بین خلقهای همسایه به نظر تو نمی خواهد که برایت مفید و شریکی تو باشد؟ یا نمی ترسد که تو به آنها ضرر می رسانی؟ برایت یک جایه با که اکثر لازم است که
درباره همه چیزهای ضروری غمخواری نمایید و در تأمین لشکر با غذا تجربه اندوزید. پیش از همه در خاطر نگاه دار که هنگام آماده کردن لوازمات ضروری نباید به حالتهای راه دهی که به دست آوردن آنها تو را به افراطگرایی مجبور می کند. برعکس، محض هنگامی که آنها در اختیارت فراوانند غمخواری نما که برای آنها کمامت نباشد. اشخاصی که به آنها برای کمک مراجعت می کنی با احتمال زیاد این ذخیره های غذا را به تو می دهند، زیرا می بینند که تو به آنها احتیاج نداری. چون این رفتار نموده تو از طعنه و ملامت های سربازان خود هم در کنار می مانی و با احتمالی بیشتر به احترام آدمان نائل می شوی. هنگامی که با لشکر خود به همپیمانهایت کمک می رسانی و یا به دشمن حمله به جا می آری، سربازانی که با همه چیزهای ضروری تأمین شده اند تو را بیشتر دستگیری خواهند کرد. این چنین بدان که سخنرانیت هنگامی که واقعاً امکانیت‌هایت را اثبات نموده مکافات و جزا داده می توانی خیلی باوری بخشتر صدا می دهد. بله پدر جانم، همه اندیشه های را که حالا بیان کردی به نظر من خوبند. آخر یگان نفر از جنگاوران من اکنون برای مکافاتی که در آینده نزدیک می گیرد از من منتدار نخواهد شد، زیرا می داند که اکثر با کدام شرط و شرایط آنها را برای کمک دعوت کرده است. اما آنکه ایشان بر علاوه مزد عهد شده پول می گیرند برایشان مکافات فخری خواهد بود و برای آن از کسی که پاداش می دهد سپاسگزار خواهند بود. سخنانت عادلانه اند. صاحبیت به لشکری که با کمک آن هم دوستان را دستگیری کردن و هم از دشمن انتقام گرفتن ممکن است و در عین حال برای تأمین آن با مواد ضروری غمخواری نداشته باشی، این باور کن در مقایسه با آن که صاحب هم کشتزار و هم کارگرانی که می توانند آن را کشت کنند اما آن را بیکار مانده از آن درآمدی نمی گیرند شرمندگی بیشتر است. دانستمان پدرش را باور کننده گفت کروش. من همیشه غمخواری خواهم کرد که جنگاورانم در کجایی که نباشند، خواه در کشوری دوست و خواه در بین دشمنان، با تمام چیزهای ضروری تأمین خواهند بود. آیا پسر جانم؟ سخنش را دوام داده گفت کمبیس، آن موضوعهای دیگر را هم در خاطر داری که ما زمان آنها را سزاواری توجهی جدی قرار داده بودیم؟ بله پدر جانم، نقص در یاد دارم که چطور به نزدت با خواهشی پولگیری آمده بودم که آن را باید به شخصی می دادم که به من به قول او هنری سرلشکری را یاد داده بود و تو آن پول را با من داده پرسیدی. وقتی که تو هنری جنگی را می آموختی این شخص گفته بود که به او پول می دهی و درباره کارهای روزگارت پرسان شده بود. آخر جنگاوران نه کمتر از خدمتگارانی دربار به رزق و روزی نیاز دارند. وقتی اقرار شدم که او هیچگاه در این باره فکری هم نکرده است، تو باز از من پرسیدی آیا او درباره اهمیت سلامتی و قوه جسمانی برای تربیه جنگاوران حرف زده بود؟ زیرا فرمانده باید در این باره نیز به همان اندازه درباره مسئله های مربوط به استراتژی غمخواری نماید.
وقتی که من به این سوال هم جوابی منفی دادم، تو باز از من پرسیدی آیا او به تو هنرهایی را تعلیم داده است که در کارهای حربی کمک ضروری می رسانند؟ پس از آن که من به این سوال هم جوابی منفی دادم، از من پرسیدی آیا او به تو چگونه در وجود جنگاوران تربیت دادن عزم قوی را تعلیم داده است؟ در برابر این علاوه کردی که عزم قوی در همه گونه امور نظر به ترسانچکی به نتیجه های کاملا مقابل آورده می رساند. پس از آن که من به این سوال نیز جوابی منفی دادم، تو پرسان شدی که آیا او به من اصولهای به اطاعت در آوردن جنگاوران را تعلیم داده است یا نه؟ و چون معلوم شد که در این باره هم گفتاری نبوده است، در آخر پرسیدی که او که هنر فرماندهی را یاد میداد چرا به من تعلیم داده است؟ جواب دادم که وی به من تاکتیک را یاد داده است. پس خندیده به ترتیب به من سوال دادن گرفتی. لشکر از تاکتیک چی نفعی می‌بیند که اگر با غذا تأمین نباشد و آدمانش ناسالمند؟ اگر جنگاوران در آن هنرهایی که مخصوص برای جنگ طرح‌ریزی شده اند آگاه نباشند، از تاکتیک چی فایده خواهد بود؟ نهایت اگر سربازان اطاعت نکنند، از آن چی نفعی هست؟ تو به من فهماندی که تاکتیک تنها یک جزئی خردی استراتژی است. پس از این من پرسیدم که آیا باقی مانده آن را به من تعلیم می دهی؟ آنگاه پیشنهاد کردی که به نزد آدمانی روم که در مسئله های استراتژی صاحب تجربه اند و از آنها بپرس که چطور همه چیزها را آموخته می توانی. از آن وقت این جانب من در بین آدمان حضور دارم که در این مسئله ها خیلی آگاهند. اینک در مورد غذا من باوری دارم که هر چیزی که اکثر پیشنهاد نموده است کاملا کافی خواهد بود. درباره غمخواری، درباره حالت جسمانی جنگاوران چنین گفته می توانم. خودم شاهد حال بودم و دیدم و شنیدم که چگونه دولت‌هایی که درباره سلامتی شهروندان غمخواری می نمایند طبیبان را دعوت می کنند و فرماندهان آنها را همراهشان به نبرد برده درباره جنگاورانشان غمخواری می نمایند. انا همین طور وقتی که من فرمانده تعیین شدم، در حال در این باره غمخواری ظاهر نمودم. باوری دارم پدر جان که اکنون در لشکرم آدمانی خواهند بود که آنها را داننده بزرگی ساحه طب نامیدن ممکن است. در جواب پدرش به کوروش گفت: شما گفتار 11 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.